дар шаҳри Исфара ба масъалаи низоми назорати эпидемиологӣ ва чораҳои мубориза дар байни занони синну соли репродуктивӣ ва занони ҳомиладор дар шароити паҳншавии бемории COVID-19 эътибори хоса дода мешавад. Бино ба гуфти муовини сардори кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳр Саъдия Худойназарова, агарчи дар айни ҳол ягон маълумоти тасдиқкунандаи интиқоли амудии бемории COVID-19 аз модар ба кӯдак вуҷуд надорад, аммо ин набояд моро хотирҷам созад ки коронавирус ба солимии репродуктивии ҷомеа таҳдид намекунад. аз ин хотир вақтҳои охир аз ҷониби кормандони маркази солимии репродуктивӣ ва маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳр гардишҳои хона ба хона вусъат дода мешаванд. برای پیشگیری انتقال و پنشوی بیماری کرونا نوع کووید 19 از طرف کارمندان کاتس علل خصوص از طرف کارمندان مرکز سالمی رپرودوکتیوی نیز گردش‌های دربدر یعنی گردش‌های خانه به خانه پرزور کرده ایستاده است. دریافت حامله‌داران هنگام گردش دربدر حامله‌داران تا 12 هفته نیز در نظر است. هنگام گردش دربدر همروزه از طرف کارمندان مرکز سالمی رپرودوکتیوی، از طرف کارمندان طب اولیوی، از طرف مامودایی‌ها طبیبان اولیوی دریافت حامله‌داران از 8 تا 18 نفر را دریافت کرده ایستادند و سری وقت این حامله‌داران به قید گرفته شده ایستادند. تامین پیشنهادی معلومات دقیق به زنان سن و سال رپرودوکتیوی از جمله زنان حامله‌دار اوید به تدبیرها بهره بلند برداشتن مسئولیت، چاره‌های پیشگیری کننده سرایت، خوف‌های احتمالی و راه‌های مراجعت به کمک طبی سری وقتی در شرایط امروزه نقش مهم می‌بازد. از حامله‌داران و زن‌های کودکی معده‌دار خواهش کرده می‌شود که هنگام پهنشوی این بیماری از جایهای جمعیتی خودداری نمایند و بعدا از حامله‌داران خواهش کرده می شود که بسیارتر از غذاهایی که دارای ویتامین‌های A, B, C, D و K می باشد که از عامل‌های بلند برداشتنی مسئولیت بدن می باشد استعمال نمایند و به این به مانند کرم، پمیدار، سیر پیاز، کبوتی، پیاز، انجیر، مومی عسل و غیره ها می باشد که به حامله‌داران توصیه داده می شود که بسیارتر از همین غذاهای از ویتامین باید استعمال نمایند. از همه شهروندان علل خصوص از حامله‌داران التماس کرده می شود که خواهش کرده می شود که هنگام پیدا شدن یکی از علامت‌هایی که مانند به کرونا ویروس یا اینکه حب بلند داشتن، سلفه یا اینکه دیگر علامت‌ها نفس تنگی دیگر علامت‌ها داشته باشند حتما به طب اولیوی خود زنگ زنند مراجعت نمایند. با برابری همه این نباید فراموش ساخت که امروزها زنان در هیئت کارمندان ساحه تندرستی و اجتماعی اکثریت را تشکیل می‌دهند و در صف پیش چاره‌های مبارزه با پهنشوی بیماری‌ها خصوصاً کرونا ویروس نو کووید 19 قرار دارند. از این خاطر در قطار کلانسالان شخصان دارای بیماری‌های منظم و معصونیت پست داشته، نفران مبتلای بیماری‌های دل، دیابت قند و راه نفس، آنها نیز به غمخواری و توجه بیشتر نیاز دارند.